درود و سلام و پیغام و پیام شامگاهی نثار همه شما بیننده های عزیز تلویزیون سفینه، هموطنان نهایت عزتمند و صاحب اکرام. راستی برایمان خیلی خرسندی بخش است، برایمان فرح می آورد چون توسط همین برنامه روبروی شما دیداربینی میکنیم عزیزان و برای شما برنامه تهیه می سازیم. این کمال واقعا خوشبختی است برای ما و تمنا میکنیم همیشه مثل همین برنامه فضا خاندانتان پر از روشنی باشد، پر از نور باشد، تلانه باشد، سرود باشد و همیشه خوشبختی و خرسندی در کنار شما دور بزند. پاینده باشد استقلال و صلح و امنیت در وطن اجدادیمان تاجیکستان آفتابی. این شام عزیزان از ناحیه بلندکوه درواز مهمان داریم در برنامه فضا. اهل کارمندان قصر فرهنگ ناحیه درواز که من همگی شما را خیر مقدم میگویم به تلویزیون سفینه و نخستین آهنگی که
اینجا صدا داد، خیلی گوشنواز، خیلی راحت بخش و انسان را به عالم رویاها واقعا هدایت می سازد. سپاس میگویم. و در کنار من هستند عزیزان دل استاد شادمان دروازی که استاد را من خیر مقدم میگویم. همچنین حضور دارند در اینجا علیشیر محبتов راهبر بدیعی قصر فرهنگ ناحیه درواز و مهمانان دیگر. بیاید یک سلام و پیام برسونید به مردم، به مخلصانتون. السلام علیکم شنوندگان عزیز. خیلی خوب است که من بخش فرهنگ ناحیه درواز از طرف کارمندان تلویزیونی شبکه آوازه‌داری سفینه، هنرمندان درواز را دعوت کردند. ما از دعوت شما نهایت خرسندیم و باوری داریم که مخلصانی که ما را تماشا میکنند از برنامه ما حلاوت خوب میگیرند. صحتمند باشید. دیر باز از استاد نمی نمایید بالای صحنه. آیا کارا زیاد است؟ چگونه است؟ راستی گپ دیر آمدن من به این شبکه تلویزیونی سفینه در آن است که سال 2022 نهایت چهاربینی های زیاد در جمهوری گذرانده شدند و ما که آوازخوان انسمبل ترانه و رقص ناحیه درواز هستیم و در چهاربینی های ناحیوی و ولایتی اشتراک میکنیم و وقتی به اینجا به شهر دوشنبه آمدن راستگاه کمی میکند و باوری به شما با باوری گفته میتوانم که روزهای نزدیک ما آمده باز یک برنامه مستقیمی خوب را تیار میکنیم. بسیار خوب استاد. چون گفته در انسمبل ترانه و رقص فعالیت میکنم، اونجا به حیث چی فعالیت میکنید؟ کاراتون چطور است اونجا؟ من در بخش فرهنگ ناحیه درواز در انسمبل ترانه و رقص با وظیفه آوازخوانی مشغول هستم و به هر یک چهاربینی هایی که در جمهوری گذرانیده میشوند با من کوشش میکنم که با سرود و آهنگ های نو تیار شوم و برای همین من با مدیریت بخش فرهنگ نهایت منت دارم که من در همین 30 سال هم به جای رسیدم. من در بخش فرهنگ به کار قبول کردن و خودم را جوان حس میکنم. سلامت باشین. بسیار سپاس. واقعا سرود و ترانه و غزل و ایجادیات و آهنگ انسان را همیشه جوان نگه می‌دارد، همیشه به اون قوت میبخشد و ما این رو واقعا در جسارت و در مثلا همین نگاه شما دیده میتوانیم. سلامت باشین. سپاس بی پایان. خب علیشیر محبتов، شما راهبر بدیعی قصر فرهنگ ناحیه درواز رو برداشت دارید و به درم شما زیبا اول یک سلام میگوید به مردم. من تمام کل مردم شریف تاجیکستان که امروز ما را از تلویزیون سفینه تماشا دارند با آنها سلام میگم. سلامت باشید. خب آهنگ نخستینه که اینجا اجرا گردید به درباره همین آهنگ حرف بزنید که این آهنگ چی نام دارد، چگونه آماده شده است؟ نخستینه که ما از طرف ما اجرا کرده شد این آهنگ استاد عبدالله نظری است که با این سخن که خودش اینا میخواند که دل در سر آن نرگسی مستانه شد. این از استاد عبدالله نظری است. بله استاد شادروان واقعا ممنون. گونه ترانه های ماندگار و آهنگ های ماندگار خیلی زیاد برای نسل البته جوان باقی گذاشتن که این موفقیت من همین ملت صاحب تمدن و صاحب فرهنگ است. خب از کارا قصه کنید. کارا چطورن؟ بندی چی کارا هستید؟ از تاریخ فرهنگ درواز که بگم، از تاریخ فعالیت خودم که بگم، من 6 ساله بودم. 6 ساله بودم که دسته نبر آمدم. سال 1974 او امان دوره به بوستان میگفتن. بوستانا بودم. بوستان یک که من 6 ساله بودم، در همون بوستان یک بین درواز و رایان عینی لین‌آباد میگذشت. من یکمین بار دسته نبر آمدم. فعالیت کاری من از سال 1985 است در بخش فرهنگ ناحیه درواز.
انا تای 38 سال است که من در این بخش کار فعالیت دارم. خب حال حاضر کار چگونه است در بخش فرهنگ؟ پای چی کار هستید؟ خب چی ایجاد کرده ای سوده؟ فرهنگ ناحیه درواز ما برای همه چهاربینی‌های سیاسی هم که استقلالیت است، وحدت است، همه چهاربینی‌هایی که در آنجا میگذرند، ما آنها را با برنامه‌های رنگین، با برنامه‌های خوبی که تیار میکنیم در سطح بلند میگذرونیم. هم هر روز آمادگی است، به هر جشن آماده هستیم. در سطح بلند چه چهاربینی که در درواز گذارد در سطح بلند آنها را میگذاریم. تو با برنامه فضا آمدن و این ترانه ها را آماده کردن چقدر وقت سپری شد؟ ما را شوگیم از درواز که خیستیم آمدیم، خیلی امروز 4 روز است. 4 روز است که آمدیم خیلی همراهی استاد شادمان دروازی، استاد امیر حمزه، انا آمدیم خیلی بچه ها اینا جمع کردیم همینجا، گفتیم که خیلی برنامه است، ما را دعوت کردن و اینا ما را دستگیری کردن. بله. سپاسی به حد میگم به اونا ملت‌های خودمون بیان میکنیم. سلامت باشین. به شما هم تشکر میگیم و بید ترانه را پیشنهاد بکنید تا مخلصان برنامه فضا نیز برداشت خوب کنن از این ترانه، از آهنگ و از صدای شما و ما نیز راحت. تو می خواندی و می شد آب هر یک سنگی کوهستان، فراخوامی شد و پهنا جهانی تنگی کوهستان. تو می خواندی و می تابی اندر هر دلی مردم، با چندین جلوه دنیای تنگا تنگی کوهستان، با چندین جلوه دنیای تنگا تنگی کوهستان. با آوازت زبان دادی سکوتی کوهساران را، با مردم آشنا کردی تو دردی دوست داران را، به هر یک پرده سنجیدی بلند و پستی عالم، به هر یک لرزه آهنگ و سبکی آبشاران را. اگر چی جای تو خالی است در هر محفلی تاجی. خب تشکر استاد ارجمند، صحتمند باشید. من گمان میکنم که این آهنگی که شما ساختید ترانه رو روی کار آوردید ماندگار است و همیشه واقعا ورد زبان ها خواهد ماند. سید ارجان یک چیزی را فراموش کردم گویم که این آهنگ را منور شاه صدیق با همراهی استاد من
علی شیر محبت راهبر بدیعی بخش فرهنگ ناحیه درواز تیار کردن و به من سپارش دادن که همین آهنگ را خیر خب بر صورت کار دست جمعی کار یک مزدار است، خیلی عالی آمده است و گمان میکنم که این رو باز در یک جایگی با دیگر سازهای موسیقی اگر اجرا میشد یک باز مزه دیگر داشت و امیدوار هستیم که در نوبت‌های آینده. تشکر. خوب شامل شوی جوانان به قصر فرهنگ، به شعبه فرهنگ، به مثلا من انسامبل هایی که در ناحیه درواز فعالیت میکند چگونه است امروز ها؟ جوانان در ناحیه درواز بسیار بعد ختم آموزشگاه ها کنسرواتوار ملی، بعد دانشگاه صنعتی تاجیکستان، همه جوانان آنها با راحت به نزد ما می آیند. خوشبختانه آنها کار کرده استادند. انا که یکی از آنها مدیر بخش فرهنگ ما امیر حمزه جان هستند که کنسرواتوار ملی تئور کردند، آمدن در نزد ما شاگرد کار کردند تا چند سال بعد به همین وظیفه کلانی رسیدن که حاضر مدیر بخش فرهنگ ناحیه درواز کار کرده استادند. بله بله. باز هم خیلی هستند که حاضر در ناحیه درواز هم خیلی جوانایی هستند که انا دیرکتور مکتب موسیقی ما خیلی جوان کار کرده استادند. داریم همه آوازخوانان ما همش جوانند. بله. جوانان. یعنی که مهارت و ملکه و لیاقت مثلا سرایندگی و نوازندگی ایشان زیاد است. زیاد است. هنرمندا زیاد است. خب یعنی توجه هم دارند. خب صحتمند باشید. کار دست جمعیتون چگونه است؟ در همین سال 2022 چند ترانه ها آماده کرده؟ چی موضوع ها رو در بر گرفتن؟ ما راست بگیم ما هنری خودمون که بگیم هم نوازنده ایم، هم رژیسوریم، در همون بخش فرهنگ کار میکنیم. انا بخشیده به همون 30 سالگی استقلالیت که بود گذشت، ما و یک رژیسور رو کردیم، یک صحنه را ماندیم با نام مادر وطن که در سطح بلند نمایش داده شد در میدان مرکزی ناحیه درواز. انا روز وحدت ملی را همی خیلی با چاره‌بینی وای کردیم، با کمپوزیسیون ادبی و موسیقی کردیم، تئاتر کردیم، تیار نمودیم با همراهی همه جوانان یکی غازی ما تربیت کرده ایستادیم. سلامت باشید. با سرود که حال حاضر آماده می شود این سرود رو امیر حمزه می سراید؟ این را امیر حمزه دولتوف می سراید. این ماورگی نام دارد. ماورگی. این آهنگ از اکشریف جور است. ماورگی که سخنها از جامعه حضرت جامعه حضرت حافظ که از ما پیشکشی تمام مخلصانی که در شبکه تلویزیون سفینه ما را تماشا دارند این سرود را پیشکش میکنم. سلامت باشین. پس مرحمت. چشم خوابناکی تو بی خواب مانده ایم و از جدی تاب داری تو بی تاب مانده ایم و از جدی تاب داری تو بی تاب مانده ایم تا دیده ایم گوشه‌ای مهرابی ابرویش چون آبیدان بر گوشه‌ای مهراب مانده ایم چون آبیدان بر گوشه‌ای مهراب مانده ایم هر جا کشیده ایم زید الهی آتشی هر جا کشیده زید الهی آتشین صد غذا بر سینه
احباب مانده ایم. صد داغ از آن بر سینه ای احباب مانده ایم. پهلو کی مانده ایم در آن رو بخار و خس، گویی بچار بالیشی سنجاب مانده ایم. گویی بچار بالیشی سنجاب مانده ایم. جامی حدیثی خرقه و سجادتا بکی، جامی حدیثی خرقه و سجادتا بکی. ما هرچی بود رهنیمه‌ای نامانده ایم. ما هرچی بود رهنیمه‌ای نامانده ایم. از منی دل شده دلدار نمی‌پرسد هیچ خبر زیدیلی افگار، نمی‌پرسد هیچ خبر زیدیلی افگار، نمی‌پرسد هیچ. دی بسر منزی لیمن آمد و احوال بینید، دی بسر منزی لیمن آمد و احوال بینید. گفت چون است تو را یار نمی‌پرسد هیچ، گفت چون است تو را یار نمی‌پرسد هیچ. او طبیبی من و من خسته، او بیماری غمش چی طبیب است کی بیمار نمی‌پرسد هیچ. چی طبیب است کی بیمار نمی‌پرسد هیچ. ای طبیبیت زلی یک نظر کن ما را، ای طبیبیت زلی یک نظر کن ما را. حافظی سوخته را یار نمی‌پرسد هیچ، حافظی سوخته را یار نمی‌پرسد هیچ، حافظی سوخته را یار نمی‌پرسد هیچ. ادامه دارد دوستان عزیز برنامه فضا. شام اطرالود وطن را بار دیگر به همه شما ما مبارکباد میگوییم و مهمانان ما هستند. یادآور میشویم هنرمندان قصر فرهنگ ناحیه درواز که دوستان عزیز یک صحبت خوب و اکنون حال حاضر نوبت آن رسیده است که باز یک ترانه دیگر بشنویم و پیش از شنیدن ترانه از استاد شادمان دروازی پرسان میشویم که سال 2022 سال خاطرمان بود براتون، چگونه بود؟ چند ترانه ایجاد کردید؟ راستی گپ سال 2022 و من سال خاطرمان از آن جهت بود که من دعوت شدم و در ناحیه خوالینگ برآمد کردم. در وصف استقلالیت سرود سراییدم که بسیار تماشابینان من معقول شد و چندین بارها در ولایت چاره‌بینی های سیاسی گذرانده شد که من حتما در آن اشتراک میکردم و برآمد میکردم و این سال کوشش میکنم که گرچه یک 30 سالم به جای رسیده است لیکن کار میکنم و از صدق دل و آهنگ های نو سرود های نو تیار میکنم و خلق عزیزم خدمت میکنم. تشکر. خب شما چی نقشه ها دارید در سال 2023؟ در سال 2023 ما همین با سرودهای نو با آهنگهای نو که ما خودمون آهنگساز هم هستیم، آهنگ ها میسازیم، سرودها را ما وای میکنیم، جوانا با آهنگسازی میکنیم، آهنگ را میدراریم و در چاره‌بینی های سیاسی و باید اینا برآمد کنند. در روزهای جشنایی که هستن در پیش استاده با سرود و ترانه های نو به نو ما ایجادیات نو قطعی باید برآمد خدمت خلق کنیم. صحتمند باشین. پس بید ترانه را پیشنهاد بکنید تا مخلصان برنامه فضا نیز برداشت خوب کنن از این ترانه، از آهنگ و از صدای شما و ما نیز راحت. دوستان عزیز اینجا ما رسیدیم به انجام برنامه فضا. برای شما خانه آباد، روزگار آسوده و تن سالم را آرزو میکنیم.
همیشه هموطنان عزیز خونه‌تان پر از خوشبختی ها باشد. ترانه انجامی را از جانب هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه درواز میشنویم در برنامه این شامله. مرحمت. حضوری مقدمت در زندگی برهانی من مرده بودم زنده‌ام کردی بیای جانی من مرده بودم زنده‌ام کردی بیای جانی من یه بحری پابوسی تو هست جا سبزه سر می کشید یه بحری پابوسی تو هست جا سبزه سر می کشید داشت با خود نسخه از حسرتی میجگانی من داشت با خود نسخه از حسرتی میجگانی من داشت با خود نسخه از حسرتی میجگانی من هر کجا میخورد آوازی بگوشی ناز و کش با تدی سر میکشید آنجا دلی نالانی من با تدی سر میکشید آنجا دلی نالانی من انتظاری داشتم در گوشه ویرانه یوسفی سام کرد وصلش یوسفی سام کرد وصلش کلبه زانی من یوسفی سام کرد وصلش کلبه زانی من توفه میخواستم نزدیک خیرامت آورم توفه میخواستم نزدیک خیرامت آورم ای نوایی عشقی هست رترق بردامانی من به دل سوزی دلم دستی دهی شرمنده‌ام یه جز آدیگر چی آید جز آدیگر چی آید از من و سامانی من جز آدیگر چی آید از